سرخط خبرها. حمله هوایی افغانستان به مواضع پاکستان در میرانشاه و سپینوام. سخنگوی وزارت دفاع گفته در نتیجه این حملات 2 قرارگاه نظامی تخریب شده است. زیرا پاکستان مکرراً و متواتراً بر حریم افغانستان تجاوز کرده. گفتگوی ملتقی با وزیران خارجه چند کشور درباره تنش‌ها. وزیر خارجه گفته که امارت اسلامی طرفدار تشدید تنش نیست. او کوم هیوادونه چې په دوی باندې د خبرو اترو غږ کوي یا خپل د افغانستان په خوانه زمونږ دروازې همیشه د خبرو لپاره خلاصې دي. آغاز حملات مشترک امریکا و اسرائیل علیه ایران. دونالد ترامپ گفته که رهبری این حمله ها را خودش بر عهده دارد. این عملیات بزرگ و دوامدار است. سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز شنبه 9 مهود 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 28 فوریه 2026 میلادی. مشروع خبرها. پس از تجدید تنش‌ها در امتداد خط فرضی دیورند، وزارت دفاع ملی اعلام کرد که نیروهای هوایی این وزارت مواضع نظامی پاکستان را در میرانشاه و سپینوام هدف قرار دادند. سخنگوی این وزارت گفته در نتیجه این حملات 2 قرارگاه نظامی تخریب شده است. او همچنین گفت یک فروند هواپیمای نظامی پاکستان در ولایت ننگرهار سرنگون و خلبان آن بازداشت شده است. گزارش از نستر نمیری. دامنه تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد همچنان در حال افزایش است. سخنگوی قلعه‌اردوی 201 خالد بن ولید در مشرقی اعلام کرد که در پی حملات جمعه شب 75 نظامی پاکستانی کشته، 50 تن زخمی و 16 پاسگاه آنان به تصرف نیروهای امارت اسلامی درآمده است. در پی این حملات صبح امروز پاکستان کمپ مهاجران بازگشته در تخت پل کندهار را بمباران کرد که 3 کشته و 7 زخمی بر جای گذاشت. د پاکستان وحشي پوځي رژیم نن یو ځل بیا سهار 8 بجې د کندهار تختپل سیمه کې د جبري راستنیدونکو کډوالو موقت پنډغالۍ انځرګۍ کمپ بمبار کړی دی. په دې کې 3 تنه بېګناه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي او 2 کسه ژوبل دي. پاکستان لور طرف ته 15 تنه د دې هغه عسکر وژل شوي دي او 50 تنه د دې زخمیان دي او پوستې د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي، سقوط شوي دي او ځینو پوستو ته ورته اور اچولی ده. د پاکستان لور طرف نه د تورخم د مهاجرو کمپ هغه په یو مرمۍ ویشتل شوی چې په هغه کې هم زخمیان و زنانه زخمیان وي پکې. حملات راکتی نیروهای امارت اسلامی بر مواضع نظامی پاکستان در ولایت خوست. شب گذشته نیز نیروهای امارت اسلامی با راکت های BM-21 اهداف نظامی پاکستانی را در ولایت خوست مورد هدف قرار دادند و همزمان عملیات های در ولسوالی های زازای میدان و علیشیر نیز صورت گرفته است. در تورخم نیز یک قرارگاه نظامی، 3 برج جنگی و کمیساری پاکستان مورد هدف قرار گرفته و تلفات سنگین نیز به همراه داشته است. در مقابل پاکستان بار دیگر حملات هوایی بر مناطق مسکونی در ولایت های خوست و پکتیکا انجام داده است که در نتیجه آن 19 غیر نظامی کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. در دند پتان پکتیا و اسدآباد و ولایت کنر نیز تلفات و خسارات گزارش شده است. جواب دادن به گستاخی های پاکستان یک امر مسلم بود و افغان ها را میخواستند. این خواسته افغان ها بود و ما فکر میکنم که اقدام طالب ها حمایت افغان ها را با خود داره، زیرا پاکستان مکرراً و متواتراً بر حریم افغانستان تجاوز کرده، افغانستان بمبار کرده و بدون کدام موجب و افغانها صدمات بسیار سنگینی رسانده. همچنین پس از تجدید تنش‌ها در امتداد خط فرضی دیورند، نیروهای هوایی وزارت دفاع ملی عملیات هدفمند را علیه مراکز نظامی پاکستان انجام دادند. عنایت الله خوارزمی اعلام کرد که حملات شب گذشته حوالی ساعت 12 مواضع نظامی پاکستان در میرانشاه و اسپینوام را هدف قرار داده است که در نتیجه آن 2 قرارگاه تخریب و تلفات قابل توجه
توجه وارد شده است. به گفته خوارزمی این اقدام در واکنش به آنچه تجاوزهای مکرر هوایی پاکستان عنوان می شود انجام شده است. وزارت دفاع ملی همچنین اعلام کرده است که نیروهای امارت اسلامی یک فروند هواپیمای نظامی پاکستان را در ولایت ننگرهار سرنگون کرده و خلبان آن را زنده بازداشت کرده است. نیروهای هوایی وزارت دفاع ملی کشور بار دیگر مراکز نظامی پاکستان در میرانشاه و اسپینوام را بمبارد نمودند. این حملات هوایی شب گذشته حوالی ساعت 12 اجرا شد. در این حملات قرارگاه نظامی میرانشاه و قرارگاه نظامی اسپینوام تخریب گردیدند و تلفات سنگینی در پی داشتند. از سوی هم با ادامه تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد، فضای روابط دو کشور همچنان متشنج است. الجزیره به نقل از مشرف زیدی، سخنگوی نخست وزیر پاکستان اعلام کرده است که هیچ گونه مذاکره میان دو طرف جریان ندارد و پس از درگیری‌های اخیر نیز گفتگوی انجام نشده است. آنچه متاسفانه در رویداد اخیری که میان افغانستان و پاکستان واقع شده به هیچ وجه به نفع دو کشور نیست. راه حل مسئله مذاکرات است. پاکستان باید بدانه که حق نداره تا در امور داخلی کشور دخالت کنه. این نخستین بار نیست که پاکستان حریم هوایی و تمامیت ارضی افغانستان را نقض می‌کند. در گذشته نیز حملات مشابه بارها تکرار شده و همواره تنش را جایگزین گفتگو کرده است. اکنون پاکستان نیز به جای توسل به سازوکارهای سیاسی و دیپلماتیک بار دیگر گزینه نظامی را در پیش گرفته است. اما پرسش اینجاست که آیا این چرخه حمله و تلافی ادامه خواهد یافت یا دو طرف سرانجام راه سیاست و دیپلماسی را بر جنگ ترجیح خواهند داد؟ امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی در گفتگو با وزیران خارجه عربستان، قطر و ترکیه گفته که اقدامات اخیر علیه پاکستان تنها برای تامین امنیت و دفاع از حاکمیت ملی انجام شده است. متقی افزوده که امارت اسلامی از آغاز طرفدار تشدید تنش نبوده و همواره حل مشکلات را بر بنیاد تفاهم و احترام متقابل ترجیح داده است. گزارش از ناهیدا اندر. امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی در گفتگوی تلفنی با وزیران خارجه کشورهای عربستان سعودی، قطر و ترکیه در مکالمه‌های جداگانه گفته که افغانستان پس از دهه‌ها جنگ خواهان روابط مثبت بر بنیاد احترام متقابل است و اقدامات اخیر تنها برای تامین امنیت و دفاع از حاکمیت ملی انجام شده است. متقی افزوده که امارت اسلامی از آغاز طرفدار تشدید تنش نبوده و همواره حل مشکلات را بر بنیاد تفاهم و احترام متقابل ترجیح داده است. ضیاء احمد تکل رئیس روابط عامه این وزارت میگوید که وزیران خارجه کشورهای عربستان سعودی، قطر و ترکیه نیز بر کاهش تنش‌ها و حل اختلافات از راه‌های دیپلماتیک تاکید کردند و آمادگی خود را برای حل تنش‌ها میان دو کشور ابراز کردند. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د تاوتریخوالي د کموالي د زغم د فضا د پیاوړتیا او د موضوعاتو د ډیپلوماټیک حل پر ارزښت ټینګار وکړ او هیله څرګنده کړه چې ټول لوري د متقابل درناوي د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د اصولو مراعات ته ژمن پاتې سي. محترم شاهزاده فیصل بن فرحان د اختلافاتو د حل لپاره د ډیالوګ او سیاسي لارو چارو په اړه د افغانستان د څرګند دریځ هرکلی وکړ. با این حال ذاکر جلالی رئیس دوم سیاسی وزارت خارجه با اشاره به ادامه درگیری‌ها میان نیروهای دو طرف گفته که دیپلماسی فعال نیز به طور جدی دنبال شده و افزوده که برای حفاظت از منافع و امنیت ملی همه ابزارهای مشروع و مسئولانه به صورت همزمان و هماهنگ به کار گرفته می شود. پاکستان هم ډیر ورخطا دی. نو دا خو جګړه ده. نو نړیوال باید د جګړې د قوانینو د مراعاتولو لپاره باید غږ پورته کړي او همداسې د مظلوم ولس د شهادت او د هغوی د ټپي کېدو په هکله دوی متحرک اوسیږي. ادامه درگیری‌ها میان کابل و اسلام آباد واکنش‌های برخی از کشورها و نهادها را نیز به همراه داشته است. سازمان ملل، بنیاد جهانی حقوق بشر، اتحادیه اروپا، امارات متحده عربی، ایران، ازبکستان، عراق و چین نگرانی خود را نسبت به درگیری‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان ابراز کردند. این سازمان‌ها و کشورها از دو طرف خواستند که مشکلات خود را از طریق دیپلماسی حل و از افزایش خشونت‌ها جلوگیری کنند. در مورد وضعیت افغانستان و پاکستان می توانم بگویم که دبیرکل به شدت از تجدید خشونت‌هایی که میان افغانستان و پاکستان در جریان است و تأثیری که این خشونت‌ها بر جمعیت غیر نظامی دارد نگران است. وی خواستار توقف فوری خصومت‌ها شده و بار دیگر از طرفین خواسته است که اختلافات خود را از طریق دیپلماسی حل کنند.
با آنکه حملات متقابل نیروهای امارت اسلامی و نیروهای پاکستانی خسارات را برای هر دو طرف به همراه داشته است، رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان مولانا فضل الرحمن نسبت به وضعیت میان پاکستان و افغانستان ابراز نگرانی کرده است. او افزوده که برخوردهای احساسی و اقدامات نظامی از یک جانب نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه پیچیدگی‌ها را افزایش می‌دهد و هر دو کشور باید با خویشتنداری و مسئولیت پذیری آتش بس فوری را برقرار کنند. پاکستان هم باید د دې درایت څخه کار واخلي او دغه احساس د مسؤلیت وکړي. د یو مسلمان هیواد د یو گاونډي هیواد سره باید نور تاوتریخوالي ته دوام ورنکړي او کوم هیوادونه چې په دوی باندې د خبرو اترو غږ کوي یا خپل د افغانستان د خوانه زمونږ دروازې همیشه د خبرو لپاره خلاصې دي. بر اساس آمارهای مقامات امارت اسلامی در پی حملات شب گذشته نیروهای پاکستان در ولایت‌های خوست، پکتیکا، کنر و ننگرهار خانه‌های غیر نظامیان هدف قرار گرفته که طی آن 19 تن از افراد ملکی جان باخته و 26 تن دیگر زخم برداشتند. و در خارج از کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پس از آغاز حمله‌های مشترک واشنگتن و اسرائیل بر ایران گفته است که رهبری این حمله‌ها را شخصاً خود او بر عهده دارد. در مقابل ایران حملات موشکی علیه اسرائیل را آغاز کرده است. پس از برگزاری 3 دور مذاکرات میان واشنگتن و تهران در عمان و سوئیس، در فرجام امریکا و اسرائیل به گونه مشترک حملات علیه ایران را آغاز کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که عملیات گسترده ای را علیه اهداف در ایران آغاز کرده است. او تاکید کرد که هدف از این حملات از بین بردن تهدیدهای فوری و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. ایران تلاش کرد که توانایی هسته‌ای خود را بازسازی کند. ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. این عملیات بزرگ و دوامدار است و در آن میزایل‌های ایران نابود خواهند شد. وزیر دفاع اسرائیل هم اعلام کرد که حمله پیشگیرانه علیه ایران انجام دادند. او گفت که کشورش برای حذف تهدیدها علیه دولت اسرائیل حمله پیشدستانه علیه ایران انجام داده است. او از شهروندان این کشور خواست دستورالعمل‌های جبهه داخلی را رعایت کرده و در مکان‌های امن باقی بمانند. در مقابل ایران حملات موشکی علیه اسرائیل را آغاز کرده است. شبکه الجزیره گزارش داده است که ارتش اسرائیل اعلام کرده که موشک‌های از سوی ایران به سمت خاک این کشور شلیک شده و در پی آن زنگ‌های خطر در چندین منطقه به صدا درآمده است. همچنین رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با اشاره به حملات مشترک امریکا و اسرائیل هشدار داد که پایان این حملات دیگر با شما نیست. این در حالی است که در سال روان خورشیدی امریکا و اسرائیل در میانه مذاکرات و نزدیک توافق به ایران حمله کردند که این حمله آن زمان با واکنش‌های جهانی مواجه شده بود. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.